سلام و درود به دوستان عزیز. اومدیم با یه ویدیو دیگه، اومدیم ولاگ UFC 306 پرس کانفرنسش که قراره تو این سفیر باشه که الان بهتون نشون میدم. خب فایت قراره که اینجا شنبه برگزار بشه، UFC 306. ما الان میخوایم بریم پرس کانفرنسش که تو پارکینگش قراره اجرا بشه، بریم ببینیم که چی میشه. خب اینجا قبل اینه که پرس کانفرنس شروع بشه و هنوز کسی نیومده، حالا منتظریم شروع بشه. یه ساعت باید وایسیم. خب اینجا هم میبینید که مراب داره خط نشون میکشه و یکی از طرفدارا و یکی از فنا. اونجا هم الجو رو دارید میبینید، الجمای استرلینگ پشتشه. اینجا با یکی از اون فنا داشتن بوش میکردن و داشتن فوشش میدادن. اینم همیشه عصبانی میشه و میخواد حمله کنه. اینجا هم که دید فن داره چند تا خوشحال. خب اینجا هم که مربی شانومالی اومد تو، مردم که هم خوشحال شد. تیم خب اینجا هم که فایترها دارن میان و بشینن و پرس کانفرنس شروع بشه. همینطور که میدونین همه فایترها که تو کارت هستن از پرلیمز و مین کارت هستن تو استیج. اینجا هم که دینا وایت وارد صحنه میشه. خب اینجا دینا وایت میگه که اگر میخواید بیاید تو خود سفیر فایت رو نگاه کنید زود بیاید، چون از ساعت 7 شب دیگه فایت ها شروع میشه، نمیخواید حتما از دستش نه. خب اینجا شان میگه فکر نکنم مراب ابله باشه. نه، ابله هست. خب اینجا ازش میپرسن که اگر تو بتونی راحت تموم کنی مرابو سوپر استار میشی و چجوری میخوای فایت رو تموم کنی. خب اینجا میگه دقیقا درسته، من باید همونجوری تمام میکنم فایتی که همیشه تمام میکنم، ناکش میکنم و زمین رو حس کنه. اینجا مهراب داره میگه که حتما از این فایت لذت میبری و اینا که دارن بوشون میکنن داره میگه که داری به من انرژی میدید که این فایت رو حتما سریعتر تمام کنم. خب اینجا هم که دیگه دارن بوش میکنن ولی مراب داره تشکر میکنه UFC، میگه من آردی معروف هستم و ممنون. خب اینم که راول روسس جونیره که اولین فایت شبو شروع میکنه تو پرلیمز و اینجا میگه که من افتخار میکنم که هستم اینجا و مهم نیست که اولین فایت هستم، کلان هممون فایت های خوبی انجام میشه و داره میگه که بعدن حتما خودش یه بار هدلاین میکنه یه کارتیو تو UFC. خب اینجا هم رونالدو رودریگز داریم که داره با آدی آزبون که این دوتا قرار فایت کنن، اولین فایت مین کارت تو پپرویو و بحثشون شده بود. این رونالدو رودریگز من نمیشناختمش ولی خوشحال شدم، اسم میکنم این فایت خیلی فایت خوبیه و اینا دعواشون شده بود و انگار ترنسلیت اشتباه گفته و بعد دوباره باز فوشش داد. این هم یه ویو باحال که هم این دوتا دارن حرف میزنن هم پشتشون تبلیغ فایت هست. خب پرس کانفرنس هم تموم شد و خداحافظیش هم کرد اینا و اینا هم دارن استیج رو میخوان خالی کنن که بیان با هم دیگه فیس آف کنن فایترها. خب این هم همون فایت رودریگز و آزبون که اولین فایت پپرویو مین کارت هست. هم سومین فایت شب تو پپرویو هست مین کارت، سومین فایت دیگو لوپز و برایان اورتگا که این هم حتما فایت خیلی خوبی میشه که این فایت کنسل شده بود
توی UFC 303 کنسل شده و الان قراره که دوباره فایت کنن. ببینیم که چی میشه. اینم که کومین این پپرویو هستش، فایت الکسا گراسو و ولنتینا شفچنکو که سومین باره اینا قرار با هم دیگه فایت کنن که اینم فایت خیلی خوب باید حتما باشه. اولین فایت الکسا گراسو برد، دومین فایت مساوی شد و سومی که هم میخوایم ببینیم چه اتفاقی میشه تو این تریلوجی. الکس گراسو هم که هنوز چمپیون هست، بلت ولنتینا شفچنکو رو داره دست خودش و این دوتا مربی این فصل التیمت فایتر هم بودن. خب اینم که دیگه مین ایونت این کارت هست، فایت شان اومایلی و مراب دبشیری. اینم که دیگه خیلی فایت خوبی حتما باید باشه. این دوتا چند وقت قرار با هم فایت کنن. مراب که خیلی وقته که دوست داره با شان اومایلی فایت کنه و اون دعوایی هم که داشتن سر اینکه شان اومایلی و الجو با هم فایت کردن و شان اومایلی ناک کرد الجو رو و این دوتا هم که مراب و الجو دوست صمیمی هستن و پارتنرن و با هم دیگه تمرین میکنن. این فایت خیلی فایت خوبیه، حتما از دستش ندید. اینجا هم طرفدار شان اومایلی دارن شوگا میکنن. این هم که خود اسپیر. ببینیم حالا ببینیم فایده چی میشه دیگه. خب پرس کانفرنس هم تموم شد. این هم ویو شب که اینجا خیلی خوب زواج قشنگ میشه. هم تبلیغ خود UFC نوچه هم UFC 306. خب دوستان عزیز، امیدوارم که از این پرس کانفرنس خوشتون اومده باشه. به نظر من که پرس کانفرنس بدی نبود، زیاد دعوا نشد متاسفانه، ولی خب امیدواریم که این فایت ها هم فایت های خوبی باشه. فایترهای خوبی دارن فایت میکنن، همه فایترها مکزیکی هستن و احتمال زیاد که فایت های خوبی باشه. اون ویدیویی که قراره که پیش بینی ها رو ما انجام بدیم تو اون ویدیو بگیم که فکر می‌کنیم کی میبره از این 11 فایتی که هست تو UFC 306 پپرویو. فایت ها که باید خوب باشن. بعد این پپرویو دید که ببینیم میخوان اینجا چیکار کنه. دینا وایت این همش داره میگه که این بهترین کارته، این اصلا یه چیزیه که اصلا تا چند سال آینده هیچکی دست نمیتونه بزنه بهش و اینا. میگه که این میگه که دینا وایت میگه این اولین و آخرین ایونتیه که تو سپیر میذاره. حالا راست دروغش که نمیدونیم. پول به هر حال دوباره ممکنه که به خاطر پول هم شده انجام بدن یه فایت یه کارتی، ولی خب این کارت مهمه به هر حال چون روز استقلال مکزیکه، برای همون روز مهمی برای مکزیکیا و اکثر فایترها هم تو کارت مکزیکی هم و احتمال زیاد که من حس میکنم فایت های خیلی خوبی بشه و مثلا یه ایونت خیلی خوبی باشه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومده حتما لایک و سابسکرایب کنید. اون زنگوله طلایی هم بزنید روش که وقتی ویدیوهای جدید میذاریم ببینید. خیلی ممنون که با ما بودید. تا برنامه بعدی، بدرود.